وای از دست این ککومک‌های پوستم. هر درمانی رو بگین امتحان کردم، هیچ راه حلی نداره اینا از بین بره. لک‌های پوستی یکی از ضایعات پوستی هستش که درمانش بسیار سخت هستش، برای اینکه خیلی‌ها نمیدونن که اصلا این پیگمنت‌ها یا این لک‌های پوستی ما از بیرون در واقع یه ضایعه فلت می‌بینیم که تغییر رنگ پیدا کرده، ولی اگر این اسکین رو ما برش بدیم در واقع مثل یه مخروطی هستش که پر از رنگدانه هستش. بخاطر همین وقتی که ما درمان می‌کنیم از لیزر یا از داروهایی که ملانین رو از بین میبره، ما یه لایه سطحی رو در واقع درمان میکنیم و برای مدت کوتاهی ما به نظر میاد که پوست بدون لک هستش و خیلی روشن شده، ولی بعد از این مدتی دوباره این ملانینای مخروط شروع میکنه به بالا اومدن و رنگدانه خودش رو نشون میده. چجوری نشون میده؟ در معرض نور آفتاب که قرار میگیره یا اینکه تحریک میشه. پس برای درمان لک‌های پوستی اول باید صبور باشید و آماده باشید که چه بسا هیچ وقت اینا رو به طور دائم و پرمننت نشه درمان کردش، ولی برای اینکه زیادتر نشه و دوباره بر نگرده، راهکارش این هستش که از ضد آفتاب خوب استفاده کنید و حواستون باشه که در معرض مواد شیمیایی و آفتاب نباشید. زهرا خدایی هستم، اینجا هستیم که شما رو به بست ورژن خودتون تبدیل کنید.